سلام، من مینا هستم و این خلاصه از مهمترین بروزرسانی‌ها و اتفاقات اخیر دنیای هوش مصنوعیه. شرکت HP اعلام کرده قصد داره تا سال 2028 بین 4 تا 6 هزار نفر از کارکنان خودش رو تعدیل کنه. دلیل اصلی این تصمیم حرکت این شرکت به سمت استفاده گسترده‌تر از ابزارهای هوش مصنوعی و خودکارسازی فرآینداست. این خبر نشون میده موج اتوماسیون مبتنی بر AI در حال تبدیل شدن به یک روند جدی در شرکت‌های بزرگ فناوریه. در کنفرانس مایکروسافت ایگنایت بسیاری از شرکت‌ها اعلام کردند که استفاده از هوش مصنوعی عاملی یا ایجنتیک AI رو آغاز کردند، یعنی سیستم‌هایی که میتونن کارها رو به صورت مستقل مدیریت کنن. با این حال گزارش‌ها نشون میده پیاده‌سازی کامل این نوع سیستم‌ها همچنان چالش برانگیزه و فعلا بیشتر در حوزه‌هایی مثل تولید محتوا، مدیریت دانش و تحقیق استفاده میشه. در حوزه سلامت پلتفرم اسپات ماس در تایوان معرفی شده، سیستمی که ترکیبی از ژنومیک و هوش مصنوعی رو برای تشخیص زودهنگام چندین نوع سرطان به کار میگیره. این فناوری میتونه مرحله تشخیص رو بسیار جلوتر ببره و نقش مهمی در ارتقای پزشکی دقیق داشته باشه. در چین هم یک رقابت بین‌المللی برای ربات‌های هوش مصنوعی پاکسازی شهری برگزار شده. ربات‌هایی که در محیط‌های واقعی مانند پیاده‌روها و مسیرهای شهری با هم رقابت می‌کنند. این اتفاق نشون میده که ربات‌های مجهز به AI از محیط‌های آزمایشی خارج شدن و وارد کارهای روزمره و شهری شدن. اینها مهمترین رویدادهای اخیر دنیای هوش مصنوعی بودند. من مینا هستم و ممنونم که همراه من بودید.